منم دوستتون دارم. مرسی. سالار خیلی سالاری. خب قطعه خوشچین رو تقدیم حضورتون کردیم از ساخته های یگانه استاد بی‌بدیل موسیقی سنتی ایران، استاد زنده یاد روح الله خالقی، و شعر بسیار زیبایی از زنده یاد کریم فکور. خب در این لحظه و در این حال برای آخرین قطعه‌ای که تقدیم حضورتون خواهیم کرد و برای حسن ختام برنامه‌مون در این لحظه می‌خوایم سرود وطن رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. همه شما سرود وطن یا ایران جوان رو میشناسید. این قطعه کاریست از ساخته های هنرمند بسیار خوب کشورمون، جناب آقای پیمان سلطانی، و شعر بسیار زیبایی از زنده یاد استاد بیژن ترقی. خب قبل از اینکه آخرین قطعه رو تقدیم